و مهر، خوش اومدی به یک اپیزود از پادکست وسط این همه آشوب چطور آرامش رو نگه داریم. من آرزو هستم از کانال ماجیک وردز. تا حالا شده از خودت بپرسی چرا بعضی وقتا یه حسای عجیب توی دلت میاد که اصلا نمیدونی از کجاست؟ حسادت، خشم، شهوت، طمع، منیت، حرص، غیبت، بدخواهی. انگار یه نیرویی داره تو رو میبره به یه جایی که خودت هم شاید نمیخوای. ولی چرا اینا توی ما هست؟ اینا از کجا میان و از همه مهمتر چی کار باید بکنیم که گرفتار نشیم؟ این سوالا مهمن، چون اگه نفهمی از کجا اومدن، اگه متوجه نشی که چه اثری روی تو میذارن، ممکنه کل زندگیت رو روی یه موجی پیش ببری که اصلا نمیخواستی روش باشی. شاید فکر کنی اینا فقط یه سری احساسات گذرا هستن، ولی نه، اینا دارن مسیر زندگیتو مشخص میکنن. پس بیا با هم یکم دقیق‌تر نگاه کنیم. ببین، این دنیا یه جورایی مثل یه بازیه. یه بازی که قوانینش رو بعضیا میدونن، بعضیا نمیدونن. ما هر روز داریم یه چیزی رو انتخاب میکنیم. یه انرژی رو، یه فرکانس رو. مثلا وقتی حسودی میکنی، در واقع داری انتخاب میکنی که روی یه مدار خاص از انرژی بمونی. روی مدار حسادت. وقتی هرس میزنی یعنی اون مدار رو محکمتر گرفتی. وقتی غیبت میکنی داری یه ارتعاش منفی به جهان هستی میفرستی که دیر یا زود برمیگرده سمت خودت. اینو یادت باشه، هر کاری که انجام میدی، هر احساسی که درونت نگه میداری، مثل یه بذر کاشته میشه و یه روزی رشد میکنه. اگه بذر منفی بکاری، انرژی منفی برداشت میکنی. اگه بذر مثبت بکاری، اتفاقای خوب سمتت میاد. خیلیا فکر میکنن اینا فقط رفتارای ساده، ولی اینطوری نیست. اینا مثل امواج رادیویی میمونن. تو هر موجی که باشی، همون موج رو دریافت میکنی. اگر رادیو رو روی موج موزیک پاپ کوکش کنی، فقط موزیک پاپ میشنوی. دیگه موزیک سنتی نمیشنوی از اون موج. پس وقتی پر از حسادت و خشم و غیبت باشی، زندگی هم همونقدر برات سنگین و سخت میشه. اینا همون فرکانس هایی هستن که دارن دورت میچرخن و هر لحظه بهت برمیگردن. حالا این وسط خیلی ها ممکنه بگن خب چیکار کنم؟ اینا تو وجود من هست، من اینجوری بزرگ شدم، جامعه اینجوریه، شرایط اینجوریه. ولی این یه توجیهه. یه حقیقت هست که باید بدونی. تو قدرت تغییر داری. همینی که هستی، همینی که تا الان بودی، اونی نیست که قراره تا همیشه باشی. پس بیا بریم ببینیم چرا اصلاً دنیا پر از تلاطم و نوسانه و ما باید چی کار کنیم. الان نگاه کن، دنیا پر شده از ناهنجاری، از نوسان، از استرس و خبرهای بد. ولی یه سوال مهم، چرا بعضیا وقتی همه چی به هم ریخته است آرومن؟ چجوری یه عده انقدر توی هر شرایطی کنترل دارن روی احساسشون؟ جوابش خیلی ساده است. چون اونا فهمیدن که چطور انرژیشون رو حفظ کنن. ماها خیلی وقتا ناخودآگاه تحت تاثیر جهان اطرافمون قرار میگیریم. اخبار منفی، بحثای مسموم، انرژی‌های سنگین. و اگه آگاه نباشیم، اینا میشن بخشی از ما. انگار توی یه موج گیر میکنیم که مدام ما رو پایین‌تر میبره.
ولی یه عده هستن که نمیذارن این موج‌ها ببرتشون. اونا از یه حقیقت عمیق‌تر آگاه شدن. اینکه تو هر لحظه خودت انتخاب میکنی روی چه فرکانسی باشی. یه چیزی بگم، انرژی منفی همیشه بیشتر از انرژی مثبته. ولی کافی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه عده کمی که آگاه باشن، یه عده کمی که انرژیشون رو مدیریت کنن، میتونن دنیا رو تغییر بدن. لازم نیست همه مردم دنیا یه دفعه بیدار بشن. کافیه یه گروه کوچیکی از آدم‌ها آگاه باشن که اونقدر انرژی بالایی تولید کنن که این موج رو تغییر بدن. درست مثل نور که کافیه یه جا باشه تا تاریکی رو از بین ببره. پس حالا بریم ببینیم چطور میتونیم انرژیمون رو نگه داریم و جزو اون آدمایی باشیم که نورشون از تاریکی قوی تره. بزرگترین کاری که توی این شرایط میتونی بکنی اینه که انرژیت رو مثبت نگه داری. حس و حالت رو مدیریت کنی. واقعاً این روزا مثبت لازمه. منفی به اندازه کافی هست. حالا چطور این کار رو انجام بدیم؟ اولین قدم آگاه شدنه، هوشیار شدنه. بدونی که این احساسات از کجا میاد. بدونی که تو فقط یه قربانی شرایط بیرونی نیستی. تو قدرت انتخاب داری. میتونی انتخاب کنی که به جای حسادت تحسین کنی. به جای حرص اعتماد کنی. به جای قضاوت درک کنی. دومین قدم اینه که یاد بگیری چطور موج منفی رو خنثی کنی. وقتی توی جمعی هستی که دائم اخبار منفی هست، به جای اینکه غرق شی، یه ناظر باش. فقط نگاه کن. فقط آگاه باش. بدون که اینا فقط یه صحنه از واقعیت هستن که تو داری خلقشون میکنی. اگه اینو بفهمی دیگه تحت تاثیر قرار نمیگیری. سومین قدم توجه به بدنته. بدن یه لنگره. همیشه همراهته. وقتی انرژی منفی میگیری بدن واکنش نشون میده. تنگی نفس میگیری، درد احساس میکنی، استرس داری. حواست باشه که اینا علامتن. به جای اینکه بذاری این انرژی توی وجودت بمونه، رهاش کن. حرکت کن. تمرکزتو ببر روی چیزی که حالتو خوب میکنه. یه لیوان چای داغ، یه پیاده روی، اگر هنرمندی یه نقاشی یا هر هنری که داری، یه مدیتیشن کوتاه. و در نهایت یادت باشه تو قدرت تغییر دنیا رو داری. شاید کم باشن آدمایی که اینو میفهمن، ولی همونایی که میفهمن دارن آینده رو میسازن. پس رفیق، ازت میخوام یه لحظه بشینی با خودت فکر کنی. الان توی چه فرکانسی هستی؟ آیا اون چیزی که حس میکنی انتخاب توه؟ یا ناخودآگاه داری توی یه موج منفی غرق میشی؟ یادت باشه تو میتونی نجات پیدا کنی. تو میتونی انتخاب کنی که یه نور باشی وسط تاریکی. اگه فکر میکنی وقتش آگاه تر زندگی کنی، تو کامنت برام یه قلب بذار. ببینم چند نفر انتخاب میکنن که خودشون رو بالا ببرن. این اپیزود رو برای کسی که نیاز داره بفرست. شاید یه جرقه تغییر باشه برای یه نفر.
یا حتی برای خودت. دوستدار شما، آرزو.